با پشت ابوبکر سوار شوین. پیامبر میگوید نه. باز میبیند صدیق اکبر که پاهای رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور میزند. باز میآید خم میشود یا رسول الله با پشت ابوبکر سوار شوین تا من تو را به کو بالا بکنم. سبحان الله. ابوبکر خم میشود، رسول خدا با پشت ابوبکر سوار میشود، تمام این کو را ابوبکر بالا میشود، در حالی که محبوب رب العالمین به پشت ابوبکر است. ای جوان، امروز محمد از من و تو چیزی میخواهد. ای خواهر و مادر، امروز رسول الله از من و تو چیزی میخواهد. چه شده که ما هم عشق ابوبکر به قلب داشته باشیم؟ تمام کورا رسول خدا بالا می شود، در حال ابوبکر بالا می شود، در حالی که رسول خدا به پشت ابوبکر صدیق است. سبحان الله. همین که به نزدیک غار ثور می رسد، پیامبر بزرگوار اسلام را از پشت خود پایین می کند. یا رسول الله شما اینجا انتظار بکشین تا من غار را آماده کنم. داخل غار می شود، با لباس مبارک خود غار را پاک می کند. بعد می آید یا رسول الله تشریف فرما شوین، بیاین غار آماده است. وقتی رسول خدا وارد غار می شود، صدیق اکبر متوجه می شود که محمد خسته شده، رسول الله خسته شده. محمدی که باید مردمان را به سوی بهشت دعوت بکنن، قومش رسول الله را خسته کرده. وقتی به چهره محمد نگاه میکند، عرض میکند یا رسول الله چی میشود سر نازنین خود را به زانوی من بگذارید و خواب بکنین. 4 زانو می نشیند، پیامبر سر مبارک را به زانوی ابوبکر صدیق میگذارد. فدای تو شوم ای ابوبکر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سر مبارک را بران حضرت ابوبکر صدیق میماند، به خواب می رود. حضرت ابوبکر صدیق متوجه می شود که غار ثور سوراخ‌هایی دارد. نگران می شود که مبادا از این سوراخ‌ها چیزی بیرون شود به رسول خدا صدمه برساند. لباس مبارک را پاره می کند و به این سوراخ‌ها می گذارد. یک سوراخ باقی می ماند. حضرت صدیق اکبر انگشت مبارک خود را به اون سوراخ بسته می کند که مبادا از این سوراخ چیزی بیرون شود. بعد از لحظات صدیق اکبر متوجه می شود که چیز نرم به پای صدیق اکبر لمس می کند. پای مبارک را دور می کند، می بیند که ماره هست. سبحان الله. فدای تو شوم ای ابابکر صدیق، فدای این عشق و محبت تو شوم که نسبت به مولای ما محمد صلی الله علیه و سلم داشتی. همون است که رسول خدا می فرماید آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند بعد از محمد و بعد از انبیا به بهترین شخص جز به ابوبکر صدیق. رسول خدا فرمود لوزن ایمان و ابی بکر، اگر وزن کرده شود ایمان ابوبکر صدیق را به ایمان تمام ساکنان زمین